رمز ارزی که شما درست کردید اسمش چیه؟ چه جوریه اصلا؟ ما میتونیم تهیه کنیم نمیتونیم؟ بله یه تعدادیه که به زودی هم عرضه می‌کنم. سیخ کوین. این تو کباب خیلی کاربرد داره. میگه مثلا اون گوشتار بردار سیخ کوین. اون هم گوشتار برمی‌داره سیخ می‌کوینه. سیخ کوین. بعد گفتم جناب خان اگه سیخ کوین نگرفت چی؟ یه چیزی نباید روی بزنی؟ بله یه دونه دیگه که از این بهتر و پیچیده‌تر زیر کوین. زیر کوین. بله این رمز ارزیه که برای مسافت‌های طولانی استفاده میشه. طولانی بخوای اینا یه نمونهش هم آوردم اینجا. اینو باید بذاری زیرت، همون قشنگ زیر کوین. این زیر کوینه. بله یک نمونه رمز ارز. حالا به زودی هم عرضه میکنیم. خب این رمزش کجاست؟ او وسطش. من زیر کوین رو خیلی دوست داشتم. من خودم میخرم. چنده الان زیر کوین؟ زیر کوینیه که بیشتر برای زیر کوین استفاده میشه. بله تو مسافت‌های طولانی. مسافت‌های کوتاه نیاز نداری. چطور میتونن مردم این ارزایی که شما گفتید رو تهیه کنن؟ نمیتونن.